سلام، من بهارم و این شروع مسیر نقطه سرخط. در اینجا قراره با هم وارد مسیری به دل تاریخ ادبیات بشیم. ولی نه فقط برای دونستن این که چه کسی کی به دنیا اومد یا چه کتابی نوشت. ما دنبال کشف ریشه ها، لایه ها و معانی هستیم که ادبیات رو به زندگی ما وصل میکنن. ادبیات فقط یه رشته دانشگاهی نیست. ادبیات یه جور حافظه جمعیه. زبان خاطرات، ترس ها و میل هایی که وجود ما رو ساخته، حتی اگر نفهمیده باشیم. این برنامه هر قسمت به یه موضوعی میپردازه، گاهی به یک نویسنده، یک کتاب و یا یک دوره. گاهی به ادبیات کلاسیک میپردازیم، گاهی به شعر معاصر، گاهی به داستانهای تبعید و مهاجرت و هر بار از زاویه‌ای متفاوت. ممکنه از حافظ بگیم اما نه مثل کتابهای درسی. ممکنه برسیم به فروغ و یا صادق هدایت، به کافکا، به بورخس، به نویسنده هایی که گاهی بیشتر از یک قرن باهامون فاصله دارن ولی هنوز از خودمون واقعی تر حرف میزنن. من اینجا تنها حرف میزنم اما تنها نیستم. کلمه ها، متن ها و قصه هایی که در دل تاریخ موندن همراه هم هستن. یکی از بخش های اون تاریخ ادبیاته، اما نه به صورت سنگ قبر خونی. اگر به تاریخ ادبیات علاقه داری و تعمق در شعر، نثر و سبک برات جذابه، این برنامه برای توه. پس با من همراه بشید و اجازه بدید که کلمات این جریان رو به دست بگیرن. لطفاً لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید. تا برنامه بعدی، بدرود.